بینندگان بسیار گرامی، این ساعت ما در یک شتابی گویم جوانان حضور داریم که این گروه جوانان تنها برای حمایت حکومت قانونی، تنها برای تأمین امنیت مردم به ناحیه دوردست خمسنگیر سفر کردند و در اینجا تا امروز بسیار کارهای جالبی را به سامان رساندند و این ساعت ما در صحبت یک گروه سربازان این شتاب حضور داریم و میخواستیم با سروران این شتاب، با سروران این جوانان، اساساً جوانانی که از مرز خط زمین هستند همصحبت بشویم و همصحبت این ساعت من حکمت الله میرزایف، سرور این شتاب، سرور این جوانان و همصحبت دیگرم اکای قربان حاضر دارند، قربان چالوف بله. و میخواستیم اون کس با چنین سوال مراجعه کنیم. اولا با اکای حکمت با چنین سوال مراجعه میکنم. اکای حکمت میگفتن که همین مقصد اساسی تشکیل دادن چنین شتاب در مرز ناحیه قمسنگیر از چی عبارت است و گروهی که شما امروز اینجا آمدید مقصد اساسی شما در این ناحیه از کدام کارهای عبارت است؟ از اجرا کردن کدام کارهای عبارت است؟ تشکر زوده. مقصد اساسی ما عموما از اول برقرار کردن حاکمیت قانونی در جمهوری تاجیکستان بود. بعد اون طوفان مردمی که در جمهوری ما خسته بود، تمام خلق جمهوری پای 6 ماه زیست زندگانی خوب نکردند. تمام خلق به تشویش ما بود، خلق رگون شده بود. اون قواهای اپوزیسیونی که بر ضد خلق مبارزه می بردند، امروز ما غلبه کردیم، حاکمیت رو برقرار کردیم. مقصد اساسی ما تشکیل شدن شتابی که حاضر در ناحیه قمسنگیر وجود دارد. این رفیقان کلوبی که ما از روز اول در کلوب مبارزه رو یک جا سر کرده بودیم، تو با آخر یک جا هستیم، یک جا میمونیم، یک جا مبارزه میبریم و عموما از روز اول یک جا بودیم، یک جا رفته و آمده ایستادیم. امروز با ترتیب در آوردن ترتیبات جمعیتی ناحیه، برقرار کردن دعوت کردن خلق و با کار در آوردن مغازه ها، خانه ها، قانون تامین کردن نقلیات مسافرکشی، عموما حمایت کردن ترتیبات جمعیتی در ناحیه که یگان ناآرامی روی ندهد. خب اکای حکمت همین راستی گپ در مسئله امروز جابجا کردن گریزه ها و با مکان مقیمی خود برگردن آنها، چون که ما امروز از سرحد پی بردیم، ما امروز چند پیش در سرحد بودیم پیش از صحبت شما و دیدیم که در اونجا گروه زیادی گریزه ها هستند. میگفتید که امروز از طرف سربازان شما نسبت این گریزه ها چه کارها به انجام رسانده شد؟ نسبت این نفران رفیقانی که ما خدمت کرده شدیم، البته وزیر آنها رو تکلیف کرده شدیم که به وطنهای خود برگردند، اون خانه هایی که آنها پرتافته رفتند و ما هم شاید اون روزه نمایش شما بودیم که نشان دادن گهواره پرتافتگی که عموما جمع گیر کنند، اومده به وطن خود برگردند و زیست زندگانی خودشان رو میتوانند به خوف، به ترس و هراس اومده زندگی خودشان رو دوام دهند. تشکر شما اکای حکمت. بینندگان اکای حکمت میبخشید یک سوال دیگر به شما میدهم. میگفتید که امروز حیات سربازان شما در ناحیه قمسنگیر و در اون جایی که شما امروز اقامت دارید چگونه است؟ خیلی البته این سوالی که شما به من دادید، اگر ما مثال عموما اگر سیاسی گیریم، مسئله اون که ما چخیل مثال تامین میکردیم این رفقا همشون خونه و در دارن، فرزند دارن، پدر و مادر دارن. البته همه اینها هوس و ارزو دارن که در این جای ایستادن، مثال در این وقت رفته مثال پیش فرزندای خودشون زندگی خودشون پیش برن، لیکن اون ناموس، اون وجدانی که ما روز اول قسم یاد کردیم، از روز اون
رفیقانی که اولین بار که از دست رفتن اون رفیقانی بودن که ما او را هیچ وقت پیدا نمیکنیم. لیکن خیلی ما با همه دشواری و با همه وضعیت نگاه نکرده چیزی که از دستمون نسبت این رفیق آمدن ممکن که ولی پدران مادران اونها دونن میدونن که فرزندشون در کدام گروه ها خدمت کردن چه خیل بودن. خیر چیزی که از دستمون آمد کردیم. البته اگر روز ما سیاسی با طوری چی گیریم مشکلی ها بسیارن هستن، کمبودی ها بسیارن که وزیر رفیقانه که در حقیقت شرایط زیست زندگیشون هم وضع بینم. در همین جا هم وزیر خیلی خودمون وزیر تشکیل کردیم گروه هایی که میشه مسئله تامینات خودمون خونده خروب ترتیباتی جمعیتی انتظام این در بین رفیقان ما هستن همه وقت نگاه میکنن. خب عموما این رفیقانی هستن که از روز اول تا حاضر اولی طلب کردگی نیستن که مثل ما یگان با ما یگان چیز لازمه تر بود خواه بود تا امروز در میدان تا امروز اگه پیاده و سوار اومدن به همینجا رسیدن. خیر با ممکن که در آینده مسئله ولی پیدا میشوند با میشنیم صحبت میکنیم. من ممکن که با حکومت جمهوری ممکن یگان امتیازو بینن نسبت این رفیقانی که به دست موندن به پای موندن یاره دارن. مثلا مثل رفیقان که در بر ما در مثل شتاب ما بودن عموما زیاده 26 نفر انیقش وزیر بین ما رفتن و موافق روخت ما 36 نفر رفیقانی مایبی که وزیر در بلنیسه می رویم دویم می بینن اومده حرمت احترام مثل یک جو بودیم. خیلی البته هر یکیون می خواهد می بیان هر مسئله قد که این نمی رسد اون نمی رسد لیکن ما بالای همی یک شوتی حساب خیریه داشتیم حساب سربازان اینترنشنالیست شده بود. ما با طوری یاردم پولی در همون وقتی که مثل کاخوز سوخوزه وقتی نو همین حرکت مردمی سر شده بود و طوفان سر شده بود کاخوز سوخوزه یاردم میدادن هموده ما باش وزبینی بودن مثل 1000 سوم یا که یک قوت و توانایی گفته یاردم کردیم. لیکن حاضر روز گپ عموما گپ حق زنیم حاضر در حکومت هم قرض داریم برای که قریب به حساب من 250,000 زیاد ماهی هفته بعض از مواد خوراکه گرفتیم برای خود و رحمتی و گفتیم حساب شد شد میتیم بعد حساب میگیریم. همین خیلی جمع گرد کرده اگه وزیر قرض داریم ما هم بسیار خیلی ممکن که ولی با فکر کنیم پای یک مقصد بیم بویو را جمع کرده حکومت که برقرار شد ما برام که حواس کردیم ارزو کردیم اول با بسیار جمهوری با مدینه ممکن بود دستی اردم کنن. خیلی شلو اون حواسای اون ارزوی که ما روز اول کردیم و مقصد رسوندیم لیکن باز میگم بنده با امید. تشکر که حکومت ما در آینده مقصد داریم از بس که امروز اکنون با ما امکانات دست همچون کارمندان تلویزیون کلاب با شما وعده میدیم که از حیات آینده شتاب شما از حیات آینده جوانان سربازی که امروز در ناحیه قمسنگیر خدمت میکنند با آمده احوال پرسی میکنیم و سلام و درودی بسیار گرم و جوشان مردم کلاب را به شما میرسانیم. خواستم گویم پای همین مقصد البته سال 92 این یکی از سال وزنین ترین در ممکن که در تاریخ این میموند. همه میدوند که یک چخه شورش ها مثل انقلابای سخت شدن مثل ما سال گذراندیم روز گپ حواسایی داشتیم که گذارنیم لیکن خیلی در هر جا بودیم پای نصیب مقصد میخواستم که تمام خلق خطلان زمین رو در این سال نو بگذار که سال خوبترین حیات ما باشد و سال آرامی باشد. بگذار همه وقت سال صلح و صلاح عموما جنگ و جنجال نباشد. ما چی گفتنی هستم که حکومت همیشه مبارک میگم تمام خلق جمهوری را بگذار ما یک بار جنگ رو گویا که گذرانده بینه بود دیم باشید بگذار آرامی شود رفته با کمتر مثل پای زیست زندگی ماشیم آرامی را با ببینیم کمتر که
خیلی چی شدیم. خب تبریک میگم یک بار خلق کبیر. شکر از شما که اگماد که قربان با شما و با همه جوان اون جوانانی که دربار شما هستند در پالو شما هستند ساعت ما نیز البته شما را با سال نو با سال 1993 چون گفتن سال صلح و صلاح است همه شما رو تبریک میکنیم و از اول تشکر زیاد شما اومدید بینم تری درا خبر گیریم و رفقام مینداری خشونه بیان میکنم. سلامت باشید. Mazda olmadan. Mazda. Bu maçı yapıyor. Ya amcanım. Maz maçı da. Hayır. Ya kalma kuşlar. Ne çarşıdan kalkadım. Zaten şapka. Ondan sonra yiyecekler. Salon